جنگ جهانی دوم، جنگ فراگیر بین اول سپتامبر 1939 تا 2 سپتامبر 1945 دوام آورد. البته درگیری های مرتبط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بودند. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان از جمله تمامی ابرقدرت های روز را درگیر خود کرد، تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف با تشکیل اتحادهای نظامی به نامهای متحدین و متفقین در مقابل یکدیگر سفارایی کردند. ابعاد و پیامدهای جنگ: این جنگ گسترده ترین جنگ جهانی تاریخ بشر بود که در آن بیش از 100 میلیون نفر از قریب به 30 کشور مختلف به صورت مستقیم در آن جنگیدند. در طول این جنگ که حالت یک جنگ تمام عیار به خود گرفته بود، کشورهای مختلف تمامی توان اقتصادی، صنعتی و علمی خود را صرف جنگ کردند تا حدی که تفاوت بین منابع نظامی و غیر نظامی در آن نبود. این جنگ همچنین باعث کشتار جمعی غیر نظامیان و بمباران‌های راهبردی نابود کننده گسترده علیه مقاصد صنعتی و مراکز تمرکز مردم که به مرگ بیش از 1 میلیون نفر از جمله در حملات اتمی به 2 شهر ژاپنی انجام شد. تعداد کشته ها در طول جنگ جهانی دوم 50 تا 85 میلیون نفر کشته شدند که این آمار خونین ترین درگیری انسان در طول تاریخ بشریت است. کشورهای اصلی جنگ: اگرچه ژاپن تهاجم خود به جمهوری چین را از سال 1937 آغاز کرد، اما عموما حمله آلمان نازی به نیمه غربی لهستان در اول سپتامبر سال 1939 که به اعلام جنگ فرانسه و بریتانیا به این کشور انجامید، تاریخ شروع جنگ جهانی دوم خوانده می شود. در طول جنگ آلمان نازی موفق شد با تشکیل اتحاد نظامی تحت عنوان قوای محور با ایتالیا و ژاپن از طریق اعمال قوه قهریه بخش عمده از قاره اروپا را تحت کنترل خود درآورد. آلمان بعد از ضمیمه مرکز اروپا، اتریش، چکسلواکی، مجارستان و سپس با حمله نظامی به شمال اروپا، اسکاندیناویه و غرب اروپا فرانسه را اشغال و انگلستان را محاصره دریایی و جنگ هوایی کرد. آلمان در شرق بر طبق قرارداد مولتوف ریبنتروپ در اوت 1939 آلمان نازی و به شوروی توافق کردند. کشورهای اروپای شرق شامل لهستان، فنلند، رومانیه و کشورهای حوزه دریایی بالتیک را بین خود تقسیم کنند. اما بعدها در ژوئن 1941 آلمان و متحدانش حمله گسترده‌ای را تحت عنوان عملیات بارباروس‌ها علیه شوروی‌ها آغاز کردند که به بزرگترین صحنه نبرد تاریخ بشریت تبدیل شد. این نبرد که بخش عظیمی از توان نیروهای محور را صرف خود کرد، با راهبرد زمین سوخته شوروی به یک جنگ فرسایشی تبدیل شد که با از بین بردن قسمت قابل توجهی از نیروی نظامی مهاجمان ورق را در نبرد به کلی به ضرر آلمان و متحدانش برگرداند. فرجام حمله آلمان به شوروی: آلمانی ها در سال 1942 متحدین شمال افریقا را از دست دادند. روند این شکست ها در سال 1943 با غلبه کمرشکن شوروی در جنوب شرق اروپا، 2 نبرد استالینگراد و کورسک بر آلمانی ها و حمله موفقیت‌آمیز متفقین غربی به جنوب اروپا، ایتالیا که به تسلیم شدن ایتالیا انجامید و در سال 1944 به جنوب غرب اروپا فرانسه ادامه یافت. از سوی دیگر ایالات متحده که به حمله به ژاپن پاوی وارد جنگ شده بود، در جبهه اقیانوس آرام آسیا به موفقیت دست یافت که این روند ابتکار عمل را از ژاپن گرفت و وارد جنگ اروپا در فرانسه هم شد. با استفاده از این فرصت، شوروی که تمام اراضی از دست رفته خود را پس گرفته بود، تهاجم همه جانبه را علیه سرزمین آلمان و متحدانش آغاز کرد. جنگ در اروپا در 8 می 1945 با سقوط برلین به دست سربازان ارتش سرخ شوروی و تسلیم بی قید شرط آلمان و در ژاپن که حاضر به تسلیم نبود، در 15 اوت 1945 پس از 2 حمله اتمی مرگبار و ویران کننده به 2 شهر هیروشیما و ناکازاکی توسط ارتش ایالات متحده پایان یافت تا پیروزی کامل نصیب متفقین شود. جنگ جهانی دوم در همه ابعاد بزرگترین درگیری تاریخ در حد تصورات ما است. این جنگ همانند درگیری های گذشته به دلایل مختلفی مملو از افسانه ها و باورهای اشتباهی است که گاهن افراد را در روایت کرده آن دچار مشکل می کند. اگر شما هم در مورد این جنگ جهانی شک و تردیدهایی دارید، می توانید بررسی کنید. پیامدهای پس از جنگ دادگاهی در نامبورگ برگزار شد که در آن 22 مقام آلمانی محاکمه شدند که بدنام‌ترین آنها هیملر بود. نتیجه نهایی جنگ جهانی دوم پیروزی متفقین
اما پیامدهای این جنگ تغییرات بسیاری در پی داشت که از آن جمله میتوان تشکیل سازمان ملل متحد برای جلوگیری از مناقشات بین کشورها را نام برد که قدرت‌های پیروز در جنگ شامل ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و فرانسه و شوروی و چین به 5 عضو دائم شورای امنیت آن تبدیل شدند. کشور ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان ابرقدرت‌های نو ظهور پس از جنگ در مقابل یکدیگر قرار گرفتند که از آن به عنوان جنگ سرد یاد می شود که برای 46 سال ادامه یافت. بسیاری از کشورهای آسیب دیده در جنگ به خصوص در اروپا با کنار گذاشتن دشمنی‌ها در سایه بازسازی اقتصادی و صنعتی بهبود روابطشان با یکدیگر و ایجاد هویت واحدی را در پیش گرفتند. که دیگر جالبترین تئوری‌های جنگ دوم ورود آمریکا به جریان این جنگ است. گفته می شود که به حمله به پرل هاربر این تصمیم گرفته شد. شاید حمله به پرل هاربر نیز یکی از دلایل باشد، اما قطعا علت اصلی نبوده و جنگ دیپلماتیک آمریکا با کشورهای همچون ژاپن عامل اصلی این ورود است. البته سالها آمریکا از انگلیس در این جنگ حمایت کرد و تنها زمانی که احساس خطر برای مرزهای خودش کرده بود وارد جنگ شد. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. برای حمایت از با ویدیو ما را لایک نمایید و برای عضو شدن در چینل ما دکمه سابسکرایب را فشار دهید.